سلام، من فرهاد هستم. حدود 4 خورده سال پیش با یه اتفاقی روبرو شدم که واقعاً دهنم از تعجب باز موند. نمیشه گفت ماورایی بود، نه. باید بگم یه چیزی بود فوق ماورا. یه چیزی فراتر از اون جن و پری هایی که تو قصه ها میشنویم. آدمیزاد وقتی با چیزی روبرو میشه که عقلش قد نمیده، اولش خندش میگیره. چون مغز نمیتونه هضمش کنه. ولی خدا نکنه کسی با چیزی روبرو بشه که از نظرش محاله. اون وقته که ترس واقعی رو میفهمه. اینی که میگم برام اتفاق افتاد دقیقاً وقتی بود که تو اوج غرور و خود بزرگ بینی بودم. آخه کنار دست داین خیلی خوب شده بودم تو کار پیدا کردن دفینه و گنج. شما هم اگه دوست داشتید میتونید اتفاقات ترسناک و ماورایی خودتون رو به آیدی تلگرامی که توی تصویر میبینید ارسال کنید. داین که اسمش سهراب بود مرد خیلی خاصی بود. کم حرف، گوشه‌گیر و با کسی قاطی نمیشد. شاید باورت نشه ولی اون جدا از زن و بچه هاش زندگی میکرد. تنها کسی که باهاش صمیمی بود من بودم. میگفت خیلی شبیه جوونیای خودشم. وقتی میپرسیدم دایی چرا اینطوری زندگی میکنی؟ میگفت من حال و حوصله هیچ کس رو ندارم. فقط میخوام دائم به گنج فکر کنم. دنبال نقشه ها و علائم بگردم. وقتی تو کتاب‌های تاریخی معتبر میبینم یه جایی که گنج خیز بوده، یهو جنگ و شلوغی شده و احتمال داره حاکم‌ها موقع فرار گنج رو یه گوشه‌ای چال کرده باشن، میرم اون شهر. اونجا هم از روی تجربم دنبال نشانه‌هایی میگردم که کار هر کسی نیست پیداشون کنه. بهم میگفت حتی وقتی نقشه‌های گنج دست اول برام میارن، سخت‌ترین و پردرد سرترینش رو انتخاب میکنم تا خودم رو بسنجم. خب با این فکر و هدفی که من دارم میشه تو اون خونه کنار زن و بچه دائم فکر کرد. راست میگفت دایی سهراب. اون از جاهایی گنج‌های کوچیک اما به شدت با ارزشی بیرون کشیده بود که هیچ کس حتی فکرش هم نمی کرد یکی که استخون هم اونجا پیدا بشه. آخه دائم داشت کتاب تاریخی، علائم شناسی و باستان شناسی می خوند. از اون طرف استاد خنثی کردن تله های مکانیکی دفینه ها بود. تله هایی که یه لحظه غفلت مساوی بود با چرخ شدن گوشت و استخون آدم. من سالها کنار همچین آدمی کار کرده بودم و خودم هم به این کار علاقه داشتم. تو مسلک دایی، جن و پری، آل و بختک، همه اینها خرافات بودن. منم از استادم پیروی می کردم و واقعاً به موجودات ماورایی اعتقادی نداشتم. دایی سهراب می گفت مردم قدیم برای محافظت از گنجهاشون این شایعات رو درست می کردن. پس اصلاً به این جور چیزا بها نده. فقط بچسب به علائم و نشانه‌های واقعی. حالا یه پرانتز باز کنم و براتون از آخرین باری بگم که با دایی سهراب رفتیم سراغ یه دفینه خیلی مهم. اون موقع دایی دیگه پا به سن گذاشته بود و فقط سراغ کارهای خیلی خفن میرفت. چون پول نمیخواست، فقط عشق و علاقش رو دنبال میکرد. شبی که قرار بود بریم سراغ اون دفینه مهم توی یه شهر دیگه بودیم. با یه ماشین اجاره‌ای خودمون رو رسوندیم به یه دشت وسیع و بزرگ که مردم اونجا بهش میگفتن دشت دیوان. دایی بهم گفت اگه همه چیز درست پیش بره یه الماس پیدا میکنم که ارزش مادی و معنویش از تمام گنج‌هایی که تا حالا درآوردم بیشتره. اون الماس مال یه شاهزاده بوده که تو افسانه‌ها میگفتن باهاش به دنیاهای دیگه سفر میکرده. نزدیک مرگش اون الماس رو تو همین دشت قایم میکنه. بعد از مرگش نوکرش میاد سراغ الماس، اما هرچی میگرده پیداش نمیکنه. نوکر که موقع قایم کردن الماس کنار شاهزاده بوده شروع میکنه به فاش کردن راز. اما چند روز بعد همون نوکر تو خواب میاد اینجا و توسط یه جادوگر پیر اسیر میشه. جادوگر براش طلسم زندگی ابدی میزنه و توی چاه زندانیش میکنه. دایی گفت
پس باید دنبال یه چاه خاص بگردیم. طبق تجربه، قصه های قدیمی و افسانه ها یکی از علائم خوب برای پیدا کردن گنجن. طبق همینها و کلی کار قبلی به 1 ساعت نرسید که من نشانه هایی پیدا کردم و حدس زدم چاه زیر یه توده بزرگ سنگ مدفون شده و دهنش با یه تخت سنگ بزرگ پلم شده. رفتیم بررسی کردیم و دیدیم حدساً درسته. شروع کردم به کندن زمین تا یه تونل شیبدار بزنم زیر سنگ ها و به چاه راه پیدا کنم. خاکش زیاد سفت نبود و 2 ساعت نکشید که تونستیم از زیر اون تخت سنگ به چاه برسیم. چراغ قوه رو انداختم داخل چاه. کلی مو و کلی رد پنجه به بدنه چاه دیدم. اولین بار بود همچین چیزی می دیدم. به داییم گفتم. اون در جواب گفت شاید قبل از پلمپ دهنه یه پلنگ یا شیر کوهی افتاده داخل و موقع تلاش برای بیرون اومدن این نشانه ها مونده. من دیگه چیزی نگفتم. اما رد پنجه ها اصلاً شبیه حیوانات نبودن. چون فاصله بین هر پنجه خیلی زیادتر از حد معمول بود. اون موهایی هم که به دیوار چسبیده بودن به حیوان ربطی نداشتن. کدوم حیوانی تار موهایی نازک با طول بیشتر از 1 متر داره؟ اونم به رنگ خاکستری. سهراب هم اومد تو تونل و نگاهی به چاه انداخت، اما حرفی نزد. چراغ قوه رو با طناب فرستادیم پایین تا عمق رو بفهمیم. ولی هر چقدر پایین تر می رفت، تاریکی جوری نور رو می خورد که هیچی دیده نمی شد. دایی همیشه می گفت هر چقدر محل مخفی کردن دفینه مخوفتر و ترسناکتر باشه، ارزش و قدمت کار بیشتره. بالاخره سهراب خواست وارد چاه بشه. با تجهیزات کامل، طناب مخصوص، گیره، قلاب، کلاه و چراغ قوه رفت پایین. هرچقدر پایین می رفت باز به ته نمی رسید. از لب تونل دیگه داییم رو نمی دیدم. با اینکه چراغ قوه قوی همراهش بود. صداش زدم. جواب نداد. طناب رو تکون دادم تا علامت بدم. خدا رو شکر دایی هم طناب رو به نشونه خوبم تکون داد. بعد از چند دقیقه طناب رو با یه ریتم آشنا تکون داد که معنیش رو می دونستم. شروع کردم به کشیدن طناب تا زودتر بیاد بالا. یه حس عجیب و بدی داشتم. دلشوره‌مون رو بریده بود. وقتی رسید لبه تونل و باید 4 دست و پا ازش خارج می شد، مکث کرد. انگار دست و پاهاش جون نداشت. دستش رو گرفتم و کشیدمش تو تونل. صداش می زدم. جواب نمی داد. رفتم بیرون تونل و محکم طناب رو کشیدم. دایی سهراب همین جور که روی خاک کشیده می شد از تونل خارج شد. رسیدم بهش و یه سیلی زدم تو صورتش. گیج و منگ بود. اصلاً مبهوت شده بود. نفسش به شدت تند و قوی از بینیش خارج می شد. طوری که خاک روی لباسش به هوا می رفت. گفتم چیزی پیدا کردی؟ نگاهش رو دوخت بهم. سر تکون داد و گفت فرهاد. گفتم جانم. گفت الماسه رو دیدم. خیلی بزرگ بود. ولی کنار الماس یه اژدها هم بود. پامو گاز گرفت. بلندش کردم. یا خدا، پاش از مچ قطع شده بود. من اصلاً متوجه این قضیه نشده بودم. سریع طناب رو محکم بستم به مچ پاش و انداختمش روی کولم و دویدم سمت ماشین. تو راه دایی با همون جون کمی که داشت میگفت برو تونل رو با خاک پر کن. اون نیاد بالا. منم فقط گاز میدادم تا برسم به بیمارستان. به 1000 مکافات تو اون شهر غریب داییم رو رسوندم بیمارستان و برگشتم سمت دشت دیوان. سریع تونل رو پر کردم تا حال داییم خوب بشه و تا اون موقع کسی نره سراغ گنج. خودش بهم یاد داده بود که اگه حتی من مردم سریع کارگاه رو پر کن تا کسی دیگه صاحب گنج نشه و سر فرصت مناسب بری و درش بیاری. پای داییم رو امر کردن. دکترها هی میپرسیدن چرا پاش قطع شده.
من جوابی نمیدادم تا به هوش بیاد. دایی تا چشاش رو باز کرد به دکترا گفت با اره برقی پاشو افرادی سر خصومت شخصی قطع کردن. اونقدر خون ریزی کرده بود که کلی بهش خون زدن و چند بار بردنش اتاق عمل، چون به گفته دکترا طوری پاش قطع شده بود که رگ خون ریزیش بند نمی اومد. بالاخره بعد از 2 ماه دایی مرخص شد و برگشتیم شهرمون. هرچقدر ازش پرسیدم دایی چی شد؟ اژدها دیدی؟ هیچی به هم نگفت. فقط میدونستم از دست خودش خیلی ناراحته. دایی از اون شب به بعد کلاً عوض شد. نتونست با این وضع کنار بیاد و داغون شد. همه میگفتن افسرده شده. من برای خانواده‌اش یه قصه ساختم و دلیل قطع شدن پاش رو توجیه کردم. اما دایی بعد از چند ماه سکوت، آخرین دفعه‌ای که دیدمش بهم گفت فرهاد، گاهی ترسیدن و اعتقاد داشتن به موجودات عجیب تو حرفه ما به درد میخوره. چند روز بعد شب خوابید و روز بعد بیدار نشد. راستش چند نفر از خبره‌های کار بهم گفتن اون چاه عمیق بوده و اکسیژن به مغز سهراب نرسیده. دور و بر دفینه حتما تله‌های مکانیکی قوی بوده و سهراب پاش تو تله گیر کرده. با گفتن اینکه اژدها دیده خواسته اعتماد به نفس خودش رو پایین نیاره. من حرفشون رو قبول کردم، ولی خودم خوب میدونستم محال داییم نتونه تله رو خنثی کنه. اون حتی خطرناکترین تله ها رو به راحتی خنثی میکرد. از طرفی رد پنجه ها و موهایی که تو بدنه چاه دیده بودم دلیلی بر صحت حرف داییم بود. اما اگه میخواستم تو این مورد به حرف داییم گوش کنم دیگه نمیتونستم کار کنم. باید همش حواسم به جن و پری می بود. بعد از فوت دایی من خدا رو شکر با بیرون کشیدن دفینه‌های دندونگیر تونستم اسمش رو زنده نگه دارم تا همه دوستاش بگن حقا که حلال زاده به داییش میره. اما چند سالی بعد از مرگ داییم به هم ثابت شد که چیزهایی تو این دنیا هست که ما ازشون بیخبریم. دقیقاً توی برهه‌ای باهاشون مواجه شدم که همه چیزم روال بود و اعتماد به نفسم به بالاترین حدش رسیده بود. یه روز یکی از دوستام که برام اطلاعات پیدا می‌کرد اومد پیشم. یه مغازه آنتیک فروشی براش زده بودم تا برام تور پهن کنه. اومد و گفت فرهاد، بوی یه گنج توپ به دماغم میخوره، ولی مدرک محکمی ندارم رو کنم. حس ششم اون واقعاً قوی بود. گفتم چطور مگه؟ گفت یه جوون روستایی ساده و بی سر و پا خورده به پستم. اومده چند تا گلاب پاش و چراغ قدیمی بفروشه. از اون آدمهای ساده و بی شیل پیلس. یه حرفی زده که خیلی داره مغزمو قلقلک میده. گفتم چی گفته؟ گفت درباره یه آب انبار حرف زده که دور و بر روستاشونه و همه اهالی ازش میترسن. اسمش رو گذاشتن آب انبار اهریمن. اون پسر گفته بود خیلی وقت پیش یه آدم پولدار اون آب انبار رو ساخته و روستا رو هم همون شخص اونجا دایر کرده. میگن سازندش قبل از مرگش کلی طلا و سکه از شاه دزدیده و اونجا پنهان کرده برای نسل‌های بعدش. کلی جن هم میگیره برای نگهبانی اون طلاها. اما شاه کل نسل اون مرد رو میکشه. از اون به بعد هر وقت مردم میخواستن وارد آب انبار بشن، جن چنان خودش رو نشون میداده که یا طرف میمرده یا عقلش رو از دست میداده. فقط یه نفر که اسمش بهرام بوده و دعانویس کار درستی بوده تونسته بره داخل و سالم بیاد بیرون. اون به مردم گفته دیگه وارد اونجا نشید و حتی روستا رو هم برید دورتر از اینجا بسازید. برای همین به اونجا میگن آب انبار بهرام جنی یا اهریمن. خلاصه با هر ضرب و زوری بود دوستم آدرس روستا رو گرفت و داد دست من. من خودم رو به شکل یه بچه شهر شیک و سوسول رسوندم اونجا. به همه اهالی گفتم با همسرم دعوام شده و اون منو از خونه بیرون کرده. اومدم تو این روستا
کمی آروم بشم و برگردم. زنهای روستا، پیرهای روستا، همه منو نصیحت می‌کردن که برگردم سر زندگیم. انقدر خوب تو نقشم فرو رفته بودم، حتی یکی از اهالی یه اتاق هم بهم داد. من تو پوست بره حسابی حواسم به اطرافم بود و هر فرصتی از زیر زبون آدمهای ساده‌لوح حرف بیرون می‌کشیدم. بالاخره تونستم آبنبار بهرام اهریمن رو پیدا کنم. برعکس تصورم، آبنبار از روستای جدید فاصله نسبتاً زیادی داشت. خرابه‌های روستای قدیم هم هنوز مشخص بود. قصد کردم یه سر برم اونجا و اگه چیزهای به درد بخوری دیدم که نشون میداد حرف اون جوون راسته، چند روز بعد با چند نفر برگردم و هر چی داخل آبنبار بود رو خالی کنم. آخر شب زدم بیرون و راه افتادم سمت آبنبار. لعنتی، وقتی رسیدم پله ها شیب تندی به سمت پایین داشتن. باید نهایت احتیاط رو به خرج می دادم. چراغ قوه رو در آوردم و رفتم پایین. حالا مگه اون پله ها تموم می شدن؟ از هر آبنباری که دیده بودم عمیق‌تر بود. کسی که اونو ساخته بود انگار قصد داشته بره نزدیک هسته زمین آبنبار بسازه. همین قضیه شک من رو نسبت به بار داشتن اونجا بیشتر کرد. فکر کردم اسم بهرام اهریمن رو هم عمدن گذاشتن تا کسی خیال رفتن به سرش نزنه. بالاخره رسیدم ته پله ها. وای، آب داشت. این هم منو ترسوند و هم شک کردم. آخه کی هنوز راه ورودی اینو باز میکنه؟ مگه مردم نمی ترسیدن؟ اما تا روم رو چرخوندم چند تا نشونه خفن دیدم که یقین کردم زیر حوضچه اونجا یه بار سنگین خوابیده. اولیش دیدن یه ساروج بود، یه تونل مخفی که به طرز هنرمندانه‌ای با ساروج پلم شده بود. ساروج یعنی کار اساسی. دومیش و مهمتر، کف حوضچه آب ناهموار بود و عمقش خیلی کم، در حالی که باید حداقل 3 برابر این عمق می داشت. کارشون رو درست انجام داده بودن، اما نه برای منی که مو تو این کار سفید کرده بودم. تا روم رو از حوضچه برگردوندم، حس کردم 2 تا زن یه هیس کشیدن. انگار مزاحمشون شده بودم. اعتنایی نکردم. با سرعت نور رفتم بالا تا نقشه بکشم که چطوری بدون دردسر درشون بیارم. تصمیم گرفتم روز بعد یکم بیشتر دور و بر آبنبار و خرابه‌های روستا رو بگردم و بعدش برگردم شهر. اما خبر نداشتم که قراره چی ببینم. خلاصه شب شد. من اون روز خیلی خسته بودم. سر شب با پیرزن و پیرمردی که تو خونشون بودم شام خوردم و خوابیدم. چقدر گذشته بود نمیدونم، ولی تو خواب بودم که یهو بدنم شروع کرد به لرزیدن. چشمام رو باز کردم، دیدم مش حسن، همون پیرمردی که اتاق داده بود بهم، بالای سرمه. مش حسن با چشمای نگران و صدای آروم گفت: بابا جون پاشو. زنم باز خواب نما شده. تو خواب شروع کرده به راه رفتن. من متوجه نشدم تا خیلی دور نشده. بریم پیداش کنیم. گفتم بریم. زود لباس پوشیدم و با مش حسن راه افتادیم. تو راه مش حسن هی به خودش فحش و لعنت میفرستاد که چرا نفهمیده زنش باز راه افتاده. منم آرومش میکردم. مش حسن، زنت که دونده 2 نیست. بنده خدا به زور راه میره. الان پیداش میکنیم. تا خواستم داد بزنم و اسم زنش رو صدا کنم، مش حسن نذاشت. گفت: اهالی پشت سرش زیاد حرف زدن. این کارو نکن. گفتم: معمولاً کدوم طرف میره؟ یکم مکث کرد. بعد یهو با یه لحن عجیبی گفت: زود باش. فهمیدم کدوم طرفه. دست منو گرفت و دنبال خودش کشید. حالا تو اون وضعیت متوجه نشدم این پیرمرد پیر و ناتوان چطوری اینجوری میدوه. رسیدیم به آبنبار بهرام اهریمن. مش حسن نفس زنان گفت: معمولاً میاد تو خرابه های همینجا. حتی 1-2 بارم رفته تو آبنبار. گفتم: نمیشه که. با یه لحنی که اصلاً شبیه مش حسن نبود گفت: چرا میشه؟
چرا نشه؟ تو چطور دیشب اومدی مراسم عرد پسرم رو خراب کردی؟ اونم میتونه بیاد. من که هنوز مغزم کار نمی کرد که این آدم اون آدم نیست، گفتم مش حسن، این نامردها، دفینه گذاها حواسشون به من بوده. اینا جربتر از اونی هستن که نشون میدن. یهو 2 جوون گنده از پشت اومدن و دستای منو از پشت گرفتن. پیرمرد مش حسن قلابی افتاد جلو. منم در حالی که دستام رو گرفته بودن پشت سرش. گفتم مش حسن، غلط کردم. سر کنجکاوی یه سر زدم. خواهش میکنم. گفت به موقع اومدی. آبروی من و پسرم رو جلوی قبیله عروس بردی. تا رفت داخل یه نور زرد کمرنگ به چشمم خورد که داخل آب اون برا رو یکم روشن کرده بود. اواسط پله ها که بودم چشمم افتاد به کف آب انبار. کلی زن و مرد و بچه رو به سمت پله ها ایستاده بودن. زیر اون نور کم ظاهر و پوشش همشون شبیه روستایی ها بود. با خودم گفتم یه مشت آدم اینجا قایم شدن. معلوم نیست چه غلطی کردن. حالا قصد دارن بگن اینجا جنیه تا کسی نیاد. فقط خدا کنه خبر نداشته باشن اینجا بار داره. نمیدونم چرا زدم پله های آخر رو با لحن بازی گفتم ای بابا دست خوش، شما هم زبل شدید و 7 خط. نکنه راهزنی چیزی هستید اینجا پناه گرفتید و روزها میرید راهزنی و شبها میایید اینجا. نترسین، من به کسی چیزی نمیگم. رسیدیم پایین. دیدم شعله ها بدون پایه بین زمین و آسمون روی آب حوضچه دارن میسوزن. یکم به اون شعله های معلق نگاه کردم. بعد نگاهم افتاد به یکی از اون آدما که روی یه صندلی نشسته بود و سیبیل های از بناگوش در رفته ای داشت و با تأسف و خشم به هم چشم دوخته بود. گفتم چیه حاجی؟ مگه چی کار کردم؟ یه عصا تو دستش بود. بردش بالا و کوبیدش زمین. نگاهم افتاد به پاهای اونایی که دور حوضچه ایستاده بودن. دیدم یا قرآن، همه اونا پاچه های شلوارشون ورمادیده، پاهاشون سمه و تا زیر زانوهاشون پرپشم و پرمو، بدی صورت و ظاهرشون انسانی. همون جنی که سیبیل داشت با یه صدای بم و خشن گفت فرهاد، از زندگی داییت درس نگرفتی؟ دلم ریخت. اسم داییم و از کجا میدونست؟ اون ادامه داد ندیدی اژدهایی که گارگس جن دربار آموزش داده بود پای دایی سهرابت را از مچ قطع کرد؟ حالا تو اومدی محلی که برای ما مهمه و ما درونش عقد و عروسی میگیریم رو غارت کنی؟ ما مسلمان هستیم، ولی تو دیشب سر عقد پسر کاظم، همون مش حسن قلابی، وارد شده بودی بدون اذن، بدون اجازه. روم رو چرخوندم سمت اونی که به شکل مش حسن در اومده بود. از عصبانیت انگار یه لبو بود، بس که سرخ شده بود. بعد همون جن سر کرده ادامه داد اون پسر احمق، همون جوون روستایی، راز گنج اینجا رو بازگو کرده و تنبیه خواهد شد. ولی اینجا رو ما از کسی که اونو ساخته خریدیم خیلی وقت پیش. اون دزد نبود. اون اومد تو ملک ما آب انبار ساخت و روستا بنا کرد. ما ملک خودمون رو باز ازش خریدیم. بعد گفت آب رو هم خودمون به اینجا هدایت میکنیم و در مراسمات عقد ما آب نشونه روشنی و شادیه. زیر این حوضچه گنجینه ماست، نه گنجینه صاحب اینجا. بعد گفت تو نه تنها کاظم بلکه روحانی ما رو هم اذیت و ناراحت کردی. یهو یه جن از وسط جمعیت اومد بیرون با لباسهای کاملا متفاوت و جثه‌ای به شدت ریز. چشماش سبز بود. من به خودم گفتم دارم خواب میبینم. کدوم جن؟ اصلاً مگه جن وجود داره؟ ولی همون سرکرده جنی گفت امروز تو رو آوردیم تا بهت سرنوشت داییت رو نشون بدیم، تا شاید درس عبرتی برات باشه و دست از بیرون کشیدن دفینه برداری. این جزای پا گذاشتن تو به مراسم عقد ما بود. 2 جن منو بردن تو حوضچه و سرمو به زور کردن زیر آب.
صحنه‌ای دیدم که فوق‌العاده ترسناک بود. زیر آب داشتم چاه رو بدون تاریکی می دیدم. دایی سهراب زمان پایین رفتن یه حفره تو دیواره دید و الماسی که داشت زیر نور برق می زد. حدوداً 2 متر تا انتهای چاه باقی مونده بود که یه موجود مارمانند با باله‌های پشت سرش با 2 تا دست پنجه‌ای مانند و بدون پا، بسیار ترسناک، سریع به شکل یه خروس که دندونهاش بی اندازه زیاد و تیز بودن، داشت خودشو حلقه می کرد تا جهشی بزنه به سمت بالا. چشماش مثل الماس می درخشید و رنگش از زشت ترین رنگ سبزی بود که دیده بودم. تا دایی دستش خورد به الماس، اون موجود هم با دمش خودشو به بالا پرت کرد و هم با دستاش به دیوارها زد تا زودتر برسه. دیدم دهنشو باز کرد و با دندوناش تو کسری از ثانیه پای دایی رو از مچ کند. بعد از حمله اون قسمت روشن شد و دایی هم تازه تونست اون موجود رو ببینه که تعجب و ترسش هم برای همین بود. با دیدنش الماس از دستش افتاد و اون موجود با 2 دست زشتش الماس رو گرفت و دورش حلقه زد. به قدری ترسناک بود که دایی واقعاً متوجه قطع شدن و خون ریزی پاش نشده بود. فقط تونست طناب رو تکون بده و در حین بالا اومدن شاهد دیدن اون موجود زشت بود. این صحنه رو تو کسری از ثانیه زیر آب دیدم. وقتی سرمو آوردن بالا، همون جن بهم گفت شانس آوردی که دین و مسلک ما با دین و مسلک اونایی که خوردن به پست داییت فرق میکنه. حالا از اینجا برو. من جوری دویدم از پله ها بالا که 10 دفعه خوردم زمین. منی که به جن اعتقاد نداشتم، گروهی از اجنه رو یهو دیدم که همشون از دستم شاکی بودن. حالم بعد از اون شب تا 1 ماه خیلی خراب بود. ولی بعدها که بهتر شدم به این نتیجه رسیدم که اجنه ساکن در آبنبار اهریمن خیلی بهتر از اجنه و اون اژدهایی بودن که به پست داییم خوردن و من با دیدنشون دیگه بی خیال دفینه و گنج شدم. خب رفقا، داستان امشبم به پایان رسید. شما هم برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خود شیر کنید. و برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید. دمتون گرم و داستان رو فقط به دید یک داستان گوش کنید.